سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به این ویدیو. ما تو این ویدیو اومدیم پارت اول ماینکرافت فارم و تو این پارت قرار فارم شوگرکین آموزش بدیم. امیدوارم از ویدیو خوشتون بیاد و بریم بسازیمش. خب اول ردیفی سندا رو میذاریم. بستگی داره بخواید چقدر طولانی بشه و چقدر بهتون شوگرکین بده فارم. هرچی بیشتر بذارید بیشتر میده بهتون. خب حالا پشتش با یه فاصله بلاک ها رو میذاریم که اینجا بتونیم آب بزنیم. خب حالا که اینجا آب رو زدیم تازه میتونیم اینجا شوگرکین رو بکاریم که فارم بشه. خب حالا باید یه دونه رو این گوشه بذاریم، یه دونه بیاد اینجا و اینو بگیریم. روی این آب رو باید کامل بلاک کنیم. حالا ما اینجا باید روی این بلاک هایی که گذاشتیم اینجوری پیستون ها ما ردیفی بذاریم. خب اینم از این. حالا که ردیفی گذاشتیم بالاشون ابزرور میذاریم، برعکس گذاشتم بودم اونوری. خب یه جوری باید بذاریم که صورتشون رو به شوگرکین باشه، یعنی صورتشون این حالت چهرهشون اینوری باشه. اینجا همین شوگرکینه کنده شد، بزنم یه بار دیگه. خب حالا این ابزرورا رو میچینیم. خب اینم از این. حالا اینجا رو ما باید بلاک بذاریم. پشت ابزرور هم بلاک بذاریم. خب اینم از این. روزش کنم. خب اینم از روز. حالا اینجوری باید یه راه بسازم که اینجوری بیارم اینو بالا ردستون. حالا باید روی تمام اینا ردستون بذاریم. خب اینم از این. اینجا رو باید ردستون میکنیم. خب وقتی اینجا رو پر ردستون کردیم الان فارم ما تو مرحله کارش آماده است. فقط الان باید ما اینجا دوتا چست بذاریم و آپرا رو وصل کنیم به چست. اینجوری همه جا رو آپر میذاریم. حالا باید ما گلس هم برداریم. خب این هم گلس. این هم از و اینجوری جلوی اینا رو گلس بذاریم که وقتی پیستونا میزنن شوگرکین رو میندازن بیشتر از این هاپرا جلو نره بیافتی تو هاپرا. اینجا رو باید بذاریم. خب حالا اینجا این دارش هم میذاریم. این بالا ها رو باید پر کنیم. این دوتا رو میذارم که بخوام فارم تست کنم. حالا اینجا این رو پر میکنیم. حالا برای تست فارم فقط گمی میرم داریم. گمی رو میذاریم نمه رو میزنیم به شوگرکین یه دونه میزنیم که روش کنم. اینا همینجوری میافتن توی هاپرا و میان اینجا. تا الان که من
3 تا بمب می‌زدیم 7 تا جمع. همینجوری میزنیم میافتن تو آپرا. دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. حتما زنگوله کانال رو بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتیم باخبر باشید. بیاید ویدیو رو ببینید. و تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.